بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. باز هم خدمت شما عزیزان هستیم و عرض ادب و سلام دارم خدمت شما با موضوع بسیار مهمی که هفته گذشته با هم شروع کردیم. موضوع خیانت در زندگی زناشویی و چطور الان در هفته پیش گفتیم که خیانت ممکنه صورت بگیره و دلیل هایی هم انگیزه هایی که احیانا زن یا مرد رو به سوی یک نوع انحراف اجتماعی میکشه. حالا خیانت همونطور که همه هم به اصطلاح میتونن احساسش کنن که یکی از شاید در حداقل در جوامع ما بدترین و زشترین انحراف اخلاقی و اجتماعی است که به اصطلاح خانواده رو داغون میکنه و خیلی وقتا خونم جلوی چشما رو میگیره و اتفاقات ناگواری به وجود میاد. حالا انگیزه هاش چی میتونه باشه؟ اینو گفتیم که انگیزه های مختلفی میتونه زن رو به اصطلاح احیانا وسوسه‌اش کنه به سوی خیانت یا مرد رو. و در این مورد هم اشاره داشتیم که هیچ گونه دلیل و بهانه‌ای خیانت رو توجیه نمی‌کنه. حالا ما در جامعه با موجودی سر و کله داریم که اسمش هست انسان. این انسان رو باید به عنوان انسان قبولش کرد، یعنی فرشته نیست، معصوم نیست، احتمال خیانت هست، به خصوص که جوامع امروزی به اصطلاح یک جوامعی هست که خیلی به سوی جهت‌دهی یا به سوی به اصطلاح کانال‌های مختلفی هست که افراد رو تشویق میکنه، افراد رو وامی داره، انگیزه فراهم میکنه که افراد به سوی خیانت احیانا کشیده بشن. خب حالا با این فرد چطور برخورد کرد؟ چطور اگر خیانتی صورت گرفت چه کار باید کرد؟ چطور موضوع رو جمعش کرد؟ حالا اصلا موضوع قابل جمع شدن هست یا نیست؟ اینا همه مواردی هست که باید روش فکر کرد. من میخوام امروز به اصطلاح بیاییم و خودمون رو گول نزنیم و کاسه داغ‌تر از آش هم نشیم. باید بدونیم که ما انسان هستیم و انسان جایز الخطا. ببینید در قرآن کریم ما حکایت پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام رو داریم که زنی خواست با ایشون خیانت بکنه. زنه میخواست خیانت بکنه. البته در مسئله خیانت یه نقطه‌ای رو هم باید در نظر داشته باشیم. خیانت به کی؟ اون کسی که در اون میثاق و عهد و پیمانی که خداوند از اون به عنوان المیثاق الغلیظ یاد میکنه، پیمان و عهد و پیمان بسیار شدید. این پیمان زناشویی است. پیمان زناشویی یک عهد و پیمان بسیار غلیظی است. این پیمان قوی و شدید و محکم با کیست؟ این پیمان در واقع با خداوند منان هست که افراد به اصطلاح با هم ازدواج میکنن و این ازدواج در واقع امضا کردن با عهد و پیمان نیست با خداوند که هر یکی از طرفین با خداوند این عهد رو میبنده که بار الها اگر من رو برای این مرد حلال کردی و این مرد رو برای من حلال کردی، من عهد و پیمان میبندم که این طرف رو خوشبخت کنم. خب که چی؟ رحمتاً و مودتی که تعبیر قرآنی هست در سوره روم آیه 21 تحقق پیدا بکنه. در این کانون خانواده من رحمت و مودت رو به وجود میارم. مرد هم همچنین عهد و پیمانی رو امضا میکنه. حالا یکی از طرفین اومد به این عهد و پیمان خیانت کرد، در واقع خیانت کرده است به کی؟ به خداوند متعال. خیانت کرده است به کی؟ به خداوند متعال. بعد از این به خودش خیانت کرده، به خودش ظلم
کرده و اون عهد و پیمان رو شکسته. این رو هم باید مد نظر داشته. می‌بینی حضرت یونس علیه السلام به اصطلاح کارش رو رها کرد، تو دریا افتاد، ماهی قورتش داد، بعد چی گفت؟ سبحانك لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین، من از جمله ظالمان بودم. همیشه باید طرف بدونه که اگر مشکلی بی وجود اومد سبب مشکل منم، مشکل رو نندازم به گردن دیگران. مشکل به گردن دیگران انداختن این راه و رسم شیطانه. وقتی که شیطان راه به خطا رفت چی گفت؟ ربی بیما اغویتنی، خدایا چون که تو منو گمراه کردی، یعنی من گمراه نشدم، تو منو گمراه کردی، من این کارو نکردم، سببش فلانی بود، من این حرکت از بهانه‌اش فلانی بود. این بهانه تراشی این کار انسان عاقل نیست. حالا حضرت به اصطلاح جامعه‌ای که در اون حضرت یوسف علیه السلام هست، زن اون عزیز مصر یوسف که انگیزه‌ای که باعث شده بود به طرف یوسف بیاد، خب مشکل داره با همسرش، یک به اصطلاح جوون بسیار خوشگلی رو دیده، زیباست، الان یک انگیزه شهوانی در اون حرکت کرده، میخواد به اصطلاح یک فاجعه اخلاقی رو بده در این زندگی زناشویی که با شوهرش داره، یک خیانتی صورت بگیره. خیانت به مرحله اجرا در میاد. در قبل از اونی که به اصطلاح زن به هدف خودش برسه، یوسف فرار میکنه و شوهر کل ماجرا رو میبینه. خب چی کار میکنه؟ هیچی دیگه، دید یه اشتباهی شده، از زنه یه کاری به اصطلاح صورت گرفته، به هدفش نرسیده. یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک. یوسف جان چطور دیدی ندیدی؟ این مسئله رو فراموشش کن. تو هم زن دیگه توبه کن، از این کارا دوباره نکنی. این یه جامعه است، یک بستر اجتماعی است که ما این بستر رو تو جوامع بشری داریم. در این بستر جامعه اینجا مثلا با بیگانه حرف زدن، با بیگانه خندیدن، با بیگانه مثلا شاید دست دادن، روبوسی کردن، اینا اصلا خیانت شمرده نمیشه. حالا اومده قضیه رسیده به تجاوز جنسی، این هم قابل تحمل است. این بستر اجتماعی مشخص خب خیانت رو یه جوری تعریف میکنه، باش یه جوری کنار میاد. این امکان پذیر هست؟ بله هست. یه بستر اجتماعی دیگه ای ما داریم که طرف فقط به مجرد اینی که با نامحرم حرف زد، اون بستر اجتماعی اون رو یه خیانت کبرا تلقی میکنه. یا طرف مثلا در خیلی از بسترهای اجتماعی که ما الان داریم و حتی در کشورهای اسلامی خودمون، زنهایی با مردا در یک محیط کار میکنن، میگن، میخندن، شوهر ملاحظه میکنه یا زن هم ملاحظه میکنه، این کلن به اصطلاح عادی شده، این عرف جامعه شده، این رو جزئی از خیانت تلقی نمیکنن. اما در یه بستر اجتماعی دیگه ما میبینیم که همینی که رو بنده خدا دهقان اومده از سر کار داره اخبار گوش میکنه، اخبار رو یه خانومی به اصطلاح داره در تلویزیون تقدیم میکنه، زن غیرتی میشه، تلویزیون رو میشکنه که چرا به این زنه نگاه میکنی؟ خب این یه بستر اجتماعی است. در هر بستر اجتماعی خیانت معنای خاص خودش رو میتونه داشته باشه. در عموم خیانت چی هست؟ خیانت در زندگی مشترک هر آن چیزی که به رابطه زن و مرد، هر آن چیزی که به رابطه زن و مرد صدمه بزنه، در این میدان، در این میان مثلا زن بخواد مال شوهرش رو تلف کنه، ناموس شوهرش رو یک گزندی بهش وارد کنه، در به اصطلاح در فکر ضرر رساندن و صدمه رساندن به جسم و جان شوهرش باشه، اینا همه خیانت هست.
در عموم یک معنای عمومی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاد میگیریم و اون اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند الاثم ما حاک فی صدرک و کرهت ان یطلع علیه الناس. گناه اون چیزیه که تو دلت میخوره، یه چیزی تو دلت هست و نمیخوایی که دیگران از اون مطلع بشن. هر آن چیزی که شوهر انجام میده نمیخواد زنش بدونه، یا زن انجام میده و نمیخواد که شوهرش از اون مطلع بشه، ناراحت میشه، واکنش نشون میده، اینا همه در به اصطلاح مفهوم خیانت داخل میشه. و یه چیزی رو هم به اصطلاح مد نظر داشته باشیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن یطبع علی الخلال کلها. مؤمن بر همه صفت‌ها و به اصطلاح سیمایی که در اخلاقی که در جامعه هست ممکنه داشته باشه. یه مؤمنی هست که مثلا زود عصبانی میشه، یکی هست که دیر عصبانی میشه، یکی هست که میخواد به اندام خودش برسه، خوشتیپ هست، یکی هست که بعد شکل و قواره است، یکی هست که نمیدونم شوخه، یکی هست که خیلی جدی هست، یکی هست فلانی، که مگر بر دو خصلت، دو صفت هست که در مؤمن نیست. یکی دروغ گفتن و یکی خیانت کردن. خیانت و دروغ با ایمان تضاد داره، با ایمان همخوانی نداره. پس این دوتا خصلت خیلی خصلت‌های منافقانه هست و ما هم گفتیم قبلا که کسی که خیانت میکنه به در زندگی زناشویی در واقع اون هم خیانت کرده، هم دروغ میگه و هم به عهد و پیمانش پایبند نبوده. در نتیجه چی؟ در نتیجه این یک به اصطلاح منافق تمام عیار هست. حالا این صورت میگیره، بله در جوامع بشری صورت میگیره و ما یادمون نره که خیلی وقتا خود خانواده، مدیریت خانواده، افراد خانواده خودشون رو میندازن تو آب، بعد میگن که چرا خیس شدیم. اونایی که مثلا میشینن، زن و مردایی که میشینن و خانوادهایی که میشینن دور بر هم فیلم‌های ناباب رو نگاه میکنن، کانال‌های ناباب رو نگاه میکنن. خب این کارها، ببینید انسان یک موجودی تنها گوشت و پوست که نیست، یک احساساتی داره. ببینید شما مگه تلویزیون نگاه میکنید احیانا یه فیلمی میبینید، یک صحنه به اصطلاح خیلی عاطفی رو میبینید، اشکتون نمیریزه؟ احیانا خودتون داغ نمیکنید، عصبانی نمیشید، دستتون مش نمیزنید؟ چرا؟ چون اون چیزی که ما میبینیم در ما یک واکنش هایی رو تحریک میکنه، یه انگیزه آفرینی میکنه برای یه کارایی مثبتی بکنیم یا کارهای منفی. اونایی که میبینن در فیلم ها خیانت ها هست و به اصطلاح زنها به مردها خیانت میکنن، مرد به زن خیانت میکنه، به اصطلاح روابط نامشروعی که بین افراد هست و اینها رو به تکرار و کرات میبینن، کم کم اون احساس گناه ذوب میشه، افراد برایشون چیز عادی میشه، بعد از اینکه عادی میشه خودشون هم تکرارش میکنن. اینجا دیگه ما میخوایم که کی رو گوششو بگیریم بگیم کی مقصره؟ همه این افراد این فامیل، به خصوص مدیریت خانواده، حالا پدر هست یا مادر، اینها همه مسئولن. وقتی هم تو منجلاب میفتن دیگه ببینن که چطور میخوان جمعش کنن. یه مورد رو باید هم مد نظر بگیریم. حالا یه موردی هست که به هر حال صورت گرفت، ما شک کردیم آیا واقعا ما دلیل و برهانی داریم 100% میتونیم بیاییم جلوی همه ثابت کنیم که همچین موردی صورت گرفته یا نه؟ تا وقتی که ما دلیل و برهان نداریم حق نداریم لب باز کنیم، حق نداریم به هیچ احد و ناسی تهمت بزنیم. بهتان زدن خیلی گناه بزرگی هست. نه شوهر حق داره که به زنش شک کنه یا بهتان بزنه و نه زن حق داره که به شوهرش بهتان بزنه و تهمت بزنه، مگر اینی که یک
دلیل برهان قاطع داشته باشه. حالا این دلیل و برهان قاطع چی هست؟ من میخوام که با هممون سوره نور رو یه مراجعه‌ای بکنیم، به خصوص آیات اول سوره نور. در سوره نور ما آیه 6 رو داریم. آیه 6 سوره نور بسیار مهم هست که خانم‌ها آقایون باید این رو خوب مد نظر داشته باشن. یه بنده خدایی، ببینید ما وقتی حرف میزنیم یه بنده خدایی میگیم، داریم حرف میزنیم در جامعه‌ای که بهترین انسان‌ها رو تربیت کرد. در جامعه مدینه منوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونجا هستند. یکی از صحابه میره خونش، میبینه که مردی با زنش داره به صورت همبستر هست که زن خیانت کرده. حالا در این جامعه ای که افراد بله صحابه هستن، افراد صالح هستن، اما شیطان هم که نمرده، شیطان هم که فعال هست. چه انگیزه هایی پشت ماجرا بوده مهم نیست، مهم اینه که این جنایت، این خیانت صورت گرفته. الان این فرد چه کار میکنه؟ میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت. ببینید این فرد کیه؟ اسم شما میدونیم، تاریخ میدونه، اسم زنش رو میدونه، اسم اون به اصطلاح کسی که خیانت کرده اون رو هم میدونه. همه مجرما به اصطلاح و اون فرد مظلوم هم همه شناخته شدن، اما خداوند متعال ذکری از نامشون نمیکنه، هیچ کس رو به اصطلاح آبروریزی نمیکنه. اصل در ماجرا در دین مبین اسلام پوشیدن گناه هست. چرا؟ چون شایع کردن گناه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، این صفت شیطان هاست که همیشه سعی میکنن فحش و فاحشه و جوانب منفی رو بروز بدن. در اخبار مثلا نمیبینیم که بیان بگن که آقا در منطقه فلانی یه خانومی 2 تا بچه رو به اصطلاح خرج و مخارجشون رو میده، فرستاده مدرسه درس بخونن. جوانب مثبت در جامعه ما میلیون هاست، اینا رو به اصطلاح تلویزیون نمیاد به اصطلاح زوم کنه روشون. اما یک اشکال کوچیکی به وجود میاد، یک آدم وحشی صفت به یه دختری تجاوز کرده، ببینید همه خبر همین هست و همه جای باید بپیچه. اینا افرادی هستند که میخوان فحش و فاحشه‌گری و زشتی و جوانب منفی در جامعه رو رشد بدن. این فعالیت شیطانی است. الان ببینین این فرد گناهی کرد و خداوند متعال پوشیدش، اسمش رو حتی ذکر نکرد. خب اما شوهر این مسئله رو دید، اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله من همچنین موردی رو دیدم، حالا چیکار کنم؟ فرمودن ببین یا 4 تا شاهد میاری، این حرف رو اگر اعلام کردی باید 4 تا گواه بیاری که این گواهان باید شهادت بدن، گواهی بدن که این عمل زشت فاحشه رو دیدن، عمل رو دیدن، این رو ندیدن که افراد به اصطلاح کنار هم نشستند یا نزد هم هستند. این 4 نفر گواه بدن یا تازیانه میخوری یا حد روی تو اجرا میشه که تو داری به کسی تهمت میزنی، دلیل هم تو دستت نیست. طرف یا رسول الله من با چشم خودم دیدم کسی داره با زن من عمل فاحشه رو انجام میده، بعد من ساکت بشم، حرف نزنم، اگه حرف زدم شاهد نداشتم من به اصطلاح مجازات میشم. خداوند منو اینطور رها نخواهد کرد، خداوند به داد من میرسه. اینجا بود که حضرت جبریل علیه السلام از جانب خداوند اومدن و آیه 6 به بعد سوره نور رو آوردن که والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، اونایی که از زناشون به همسراشون تهمت میزنن و یک به اصطلاح یک تهمتی به اونها میزنن و هیچ گونه دلیلی ندارن، شاهد و گواهی ندارن الا انفسهم فشهادت احدهم 4 شهادات بالله. این یک راهی رو خداوند متعال برای همچنین مواردی گذاشتن که بله این فرد میاد
4 بار شهادت میده که من این فعل رو دیدم و من صادقم در این حرفم، من راست میگم. و در بار پنجم میگه که و لعنت خدا باشه بر من اگر من دروغ بگم. لعنت خدا. بعد اون زن رو میارن، این آقای زن تو واقعا این مرد همچنین تهمتی به شما میزنه راسته؟ اگر اون زن اعتراف کرد، خب قضیه قانونی اجرا میشه و به اصطلاح مجازات خودش رو میگیره. اون مرد اعتراف کرد، مرد زانی، اون هم همچنین. اما اگر اون زن اعتراف نکرد، اون وقت چی؟ اون زن میاد و یدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله، 4 بار شهادت میده که این مرد انه لمن الکاذبین، این مرد دروغ میگه. 4 بار قسم میخوره که این شوهرش دروغ میگه. والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، و بار پنجم که خشم خدا بر من باشه اگر این مرد راست میگه. اگر حرفش راست باشه مورد خشم و غضب خداوند من قرار بگیرم. به این صورت کسی که اینجا حکم میکنه، مسئله رو به اجرا در میاره، قضیه در یک دادگاهی مطرح هست، اون کسی که اینجا دادخواهی میکنه خداوند هست. پس قضیه اینجا نشون میده که خیانت که صورت گرفته در واقع در حق خدا صورت گرفته. این مرد به هیچ عنوان حق نداره به زنش به اصطلاح گزندی برسونه. الان اومد خیانت، بعد دیگه اینها این رو میگن ملاعنه، بعد از این اینها برای ابدالآباد برای هم دیگه حرام میشن، طلاق واقع میشه، اینا از هم جدا میشن و هرگز نمیتونن بار دیگه ازدواج کنن. برعکس مثلا حالت طلاق، اگر طلاق میداد خب بعد از عده مثلا طلاق اول میتونست برگرده، طلاق دوم میتونست برگرده، طلاق سوم حتی طرف رفت ازدواج دومی کرد بعد طلاق داده شد میتونست برگرده. یعنی بازگشت در طلاق هست، اما در این صورت به هیچ عنوان. اینجا یک حکایت دیگه هم هست در بین همین صحابه. سعد ابن عباده یکی از صحابه هست و یکی از والاترین صحابه. ایشون میگن که من کسی رو ببینم که با زنم عمل فاحشه انجام میده، با خدا گردنش رو میزنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حرف به پیامبر میرسه، میفرمایند که شما تعجب میکنید از غیرت سعد، که بله سعد چه آدم با غیرتی هست، اما بهتون بگم من از سعد غیرتمندترم و خداوند از من غیرتمندتر. یعنی اینجا دیگه غیرت اونی نیست که ما بخواهیم، دلخواه من نیست که من هر کاری دارم بخواد بکنم، نه، کشتیش کشته میشی، قصاصه. حق اجرای احکام الهی هر کسی حق خاص خودش رو داره. حدود، مجازات، این کار دولت و قضاوت و دادگستری است. دادگاه اسلامی میاد اجرا میکنه، نه هر فرد. حالا اگر اینطور شد دیگه هر کسی دلش خواست کسی رو دعوت میکنه خونهش، بعد گردنشو میزنه که آقا من دیدم که به سرم چپ نگاه کرد. خب پس این قضیه رو باید مد نظر داشته باشیم که در قضیه ازدواج یک رابطه ای هست بر مبنای یک عهد و پیمان. آقا خواستید فامساکم بمعروف، نخواستید فتسریح باحسان. خواستید با هم زندگی کنید، با خوشی و آرامش زندگی کنید. نخواستید میل خودتون، همونطور که با هم جمع شدید میتونید از هم جدا بشید. همونطور که مرد حق داره که ازدواج کنه و یک روندی رو در پیش میگیره و ازدواج میکنه، خب و حق داره که هر وقت هم حق به اصطلاح داشت نخواست این زندگی ادامه بده میتونه طلاق بده. همونطور زن این اجازه رو داره، هر وقتی که دید این زندگی مطابق با اون آرزوهاش نیست و میخواد جدا بشه، حق داره بره خلع بکنه و مهریه مرد رو برگردونه و ازش جدا بشه. پس قضیه زندگی یک به اصطلاح رابطه دوگانه هست که این رابطه بر مبنای مودت و احترام متقابل و رسیدن به یک خوشبختی و سعادت هست.
هر وقت که افراد احساس کردن که این خوشبختی و سعادت مهیا نیست و در دوریشون این از جدا شدنشون از همدیگه این خوشبختی و سعادت مهیا میشه، حق دارن. حتی اگر همچنین احساسی نکردن بازم خواستن ظلم کنن، میل خودشون ظلم کنن و بقیهش هم ماجراش با خداشون و خداوند اونها رو مجازات میکنه و اون رو هم تحمل کنن. در قضایه به اصطلاح تهمت زدن باید بسیار بسیار دقت کرد، به خصوص که در محیط‌های اجتماعی افراد فاسد زیادن. خیلی ها هستند از رابطه شما با همسرتون این رابطه متین و خوب رو دوست ندارن، حسادتشون میشه. خیلی ها هستند از شما بدشون میاد، دشمنی دارن، حالا سببش هر چه باشه، میخوان که این محیط خانوادهتون رو به هم بریزن. خب باید اینجا دقت کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار به اصطلاح عزیزترین همسرشون پیششون عایشه صدیقه بودن، دختر ابوبکر صدیق، یار غار پیامبر. دشمن میخواد ضربه بزنه، چیکار میکنه؟ به همسر پیامبر خدا تهمت میزنه که حکایتش در سوره نور از آیه 12 به بعده، حدیث افک مشهور هست. پس اینی که کسی اومد چیزی پروند، این نباید باعث بشه که ما محیط اجتماعی خودمون رو شک کنیم. شک خیلی در قضیه خانوادگی خود شک یه خیانت هست. بدون دلیل شک کردن، وسوسه کردن و به اصطلاح مرد زنش رو تهمت بزنه یا زن مردش رو تهمت بزنه خیلی چیز بدی هست و پیامدهای بدی داره در خود خانواده. و اگر قضیه به اصطلاح به دادگاه برسه، دادگاه حق داره که به اصطلاح اونها رو مجازات بکنه و مجازاتاش در شرع مبین اسلام بسیار سخت است که شما یک زنی رو به اصطلاح تهمت بزنید یا یک مردی رو تهمت بزنید. و همونطور که قبلا هم گفتم، ببینید خیانت کردن به این معنا که یک واکنشی، یک انگیزه، یک شهوتی در افراد تحریک بشه، این در مردها بسیار هست. غریب به اتفاق مردها تا یه زن خوشگل و زیبا و خوش تیپی رو میبینن، خب دهنشون آب میفته، میگن که ای کاش این زن من بود. برعکس خانم ها تا بخوان که به اصطلاح بگن که ای کاش این شوهر من میشد، خیلی وقت نیاز دارن. چون که مرد وقتی که خیانت میکنه یا به انحراف کشیده میشه، در واقع با جسمش، با شهوتش کج میشه و انحراف میره. اما زن نه، زن با عاطفش. قضیه شهوت بعدن میاد، اینی که جسمش رو تسلیم کنه این بعدن میاد. برای همین خیانت عاطفی زن دردناکتره و بدتره و خیانت به اصطلاح جنسی و جسمی و شهوانی مرد که آزاردهنده است برای زن. خب این مورد رو باید مد نظر داشته باشیم. حالا یه اتفاقی صورت گرفت، ما چطور با این کنار بیاییم؟ یک قصه زیبایی رو یکی از دعوتگرای سوریه‌ای تعریف میکنه، استاد نابلسی. میگن که تو دمشقی که از آشنایی ایشون بود، یک خطیبی بود. این خطیب تعریف میکرد، امام مسجدی، که یه روزی این امام مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در خواب میبینن. حالا این خواب هست، قصه ای هست، ما صداقت این قصه یا عدم صداقتش رو روش بحثی نداریم. ما میخوایم که برسیم به اون مغزایی که اون مفهومی که میخوایم بهش برسیم. اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون میگن که برو به فلان به اصطلاح همسایت بگو که در روز قیامت همراه من هست، در کنار من هست. ایشون با خودشون فکر کردن من با این همه علم و دانش و این همه دعوت و این همه اینا، پیامبر خدا به من مژده ندادن که من در روز قیامت با ایشون هستم. اما این فرد اصلا بی سواده، هیچ چیز خاصی من ازش ندیدم. این بهش به اصطلاح همچین مژده‌ای داده میشه. میره بهش میگه که فلانی، من یه خوابی دیدم، یه مژده‌ای از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شما، اما بهت نمیگم تا وقتی که به من نگی که حکایت چی هست.
گفت که والله چه بگم، اگر مژده‌ای از پیامبر خدا هست، من یک کاری در زندگیم کردم که شاید برای اون کاره، و اون این بود که من ازدواج کردم و همسرم در به اصطلاح 5 ماهگی متوجه شدم که بچه‌ای که 5 ماهه در شکم همسرم هست در واقع 5 ماهه نیست، 9 ماه است. اینجا بود که زنه اعتراف کرد که بله این بچه از تو نیست و من قبل از ازدواج خیانت کردم و به اصطلاح مرتکب یک گناه کبیره شدم و اما آبرو حیثیت من هست، الان منو رسوام نکن. بعد این مرد میگه که من یک قابله آوردم و این بچه رو تو خونه به اصطلاح وضع هم کرد خانمم و من این بچه رو پیچیدم توی یه پتویی و رفتم مسجد، نماز صبح رفتم مسجد. قبل به اصطلاح رسیدم وقتی که به اصطلاح مردم داخل مسجد شده بودن، یواشکی بچه رو در مسجد گذاشتم، خودم رفتم داخل مسجد، نماز خوندم، گذاشتم مردم بیان بیرون. مردم اومدن بیرون، گریه یه بچه‌ای هست، همه دوره بر بچه جمع شدن، خودم تأخیر کردم. بعدش اومدن بیرون، ها چه خبره اینجا، چه خبره، چی شده؟ بله گفتن که یه بچه‌ای رو اینجا انداختن، حتما بچه زنا هست و اینجا انداختنش. گفتم که این بچه خب بی سرپرست، این بچه چه گناهی کرده؟ من این بچه رو میگیرم و من بزرگش میکنم. و گرفتم بچه رو آوردم پیش مادرش. الان کل منطقه فهمیدن که این بچه من پدرش نیستم، یه بچه سر راهی است و بچه بی پدری هست و ما بزرگش کردیم. به این صورت آبرو و حیثیت این زن رو من حفظ کردم و تشویقش کردم به توبه کردن و خداوند انشالله توبهش رو قبول میکنه و من به این صورت یک جانفشانی کردم. این جانفشانیش باعث شد که اون خواب رو اون شخص ببینه و این مژده رو در دنیا بگیره. یعنی اینی که ما در این مسائل باید ببینیم آیا واقعا میتونیم این بار سنگین رو تحملش کنیم یا خیر. اگر میتونیم چطور باید با این کنار بیاییم. خیانتی بود که یک زن از یه زن صورت گرفت، مرد چطور با این خیانت کنار بیاد؟ خیانت از مرد صورت گرفت، زن چطور با این خیانت کنار بیاد؟ حالا ببینید یک خانومی هست متوجه شده که شوهرش بهش خیانت کرد. ببینید اول گفتیم که این خیانت کیست؟ به خدا. ببینید اگر همین مرد با یک زنی رابطه برقرار میکرد و این رابطه اون روند رسمی خودش رو که ازدواج باشه، خواستگاری، نکاح و ازدواج، این روند رو طی بکنه، این رو بهش نمیگیم خیانت، بهش میگیم عبادت. خب این یک کار مفید، عبادت، و همه جامعه براش خوش میشن، کف میزنن، سوت میزنن، تبریک میگن. همین کار الان اگر روند رسمیش رو طی نکنه میشه خیانت. پس اون چیزی که صورت گرفته اینجا این میتونست عبادت بشه با خدا، خیانت شد در حق خدا. پس اینجا یک گناه کبیره‌ای صورت گرفته. بله ضربش برای زنی که به اصطلاح این خبر رسیده که این گناه اگر ازدواج می بود، ازدواج دوم می بود، این خیانت شمرده نمی شد و این زن هرچی میخواست ناراحت بشه، زن اول هرچی اعتراض میتواست بکنه، هرچی میخواست، کسی هم به حرفش بها نمیداد و اعتراضش هم وجیه نبود. زن شوهر رفته یه زن دوم گرفته و همه این مسائل رو طی کرده. اما وقتی رفت همین کار رو به اصطلاح به صورت غیر قانونی انجام داد، اینجا در واقع خیانت کرده. خیانت کرده به خدا، خیانت کرده به خودش که مرتکب گناه کبیره شده و خیانت کرده به زندگی مشترکش با همسرش. اما یادمون نره این فرد رو باید این زن حالا چیکار باید بکنه؟ اولین کاری که باید بکنه اینه که تا وقتی که دلیل قاطع نداره هیچ حرف نزنه. حرف نزنه به معنای این نیست که قضیه رو ندیده بگیره، نه،
قضیه تو ذهنش هست، عصبانی نشه، از کوره در نره، شاید یک اتهام هست، شاید یک سوء تفاهم هست، این قضیه شاید هم حقیقتی هست، اما باید کل دلیل‌ها و شواهد و مدارک 100% قانع کننده رو به دست بیاره. قبل از این اگر واکنش نشون داد چی میشه؟ هیچی دیگه. شوهر متوجه میشه که زنه بو برده، اون وقتی که به اصطلاح یکم مخفی کاری بیشتر میکنه، دیگه قضیه از دست خانم بیرون میره، انکار میکنه و خانم میشه دروغگو، خانم میشه تهمت زن و اون به اصطلاح کار خودش رو، همون انحراف خودش رو ادامه میده. اما اگر زن ببینه که بله الان این شوهر مرتکب یک گناه شده و من باید از این منجلاب گناه نجاتش بدم، و اینجا هم ببینید وقتی که مرد خیانت میکنه، مرد در واقع با جسم و با شهوتش خیانت میکنه، نه با عشق و عاطفش. عشقش رو با این زن داره، انحرافش رو با اون زن داره. پس اگر این زن درست پیش بره، اون رو از انحرافش میکشه اینور و اصلاحش میکنه. و اگر واقعا به اون زن دوم عشق میورزید، خب میرفت ازدواج میکرد باش، خب حقش بود، میتونست زن دوم بگیره. پس بمون این که مثلا ازدواج نمیکنه یعنی اینی که در یک انحراف اجتماعی واقع شده، در یک گناه واقع شده، زنش میتونه به صورت درست و عاقلانه اون رو از این انحراف و از این منجلابی که توش هست نجات بده. حالا چه کار باید بکنه؟ یک میان برنامه کوتاه با هم میبینیم، برمیگردیم و این ماجرا رو با این خانم دنبال میکنیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و چون با الله پیمان بستید، به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید، در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید. بیگمان الله از کردارتان آگاه است. و مانند آن زنی نباشید که نخهای تابیده اش را پس از محکم تابیدن باز می کرد. شما نباید سوگندهایتان را در میان یکدیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید، به بهانه اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است و جز این نیست که الله شما را با آن می آزماید و به طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برایتان روشن می سازد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و خوبان. داشتیم در مورد اون همسری میگفتیم که شوهرش اگر بهش خیانت کرد، در این خیانت واقعا برای زن گرون تموم میشه و برداشتش سخته، یه صدمه بزرگ هست، یک فاجعه اجتماعی است. اما خب این فاجعه رو اگر ما بخوایم به عنوان یک بیماری نگاش کنیم و بخوایم که اون مرد رو کمکش کنیم که از این فاجعه بیاد بیرون، ببینید زنها عموماً به همون تصورات خودشون با عینک خودشون ماجرا رو دنبال میکنن و این اشتباهست. تصور مرد از زن غیر از تصور زن از مرد هست، بینش متفاوت هست، دیدها متفاوت هست. زنها یک مرد رو بیشتر نمیتونن دوست داشته باشن، یه مرده که دل زن رو پر میکنه، عاطفتا با یک مرد رابطه میگیرن و به همون شوهر کفاف میکنن. برعکس مردها عموما تعدد طلب هستن، همه مردها تعدد طلب هستن، دلشون میخواد بیش از یک زن داشته باشن، دلشون میخواد با بیش از یک زن رابطه داشته باشن. پس این یک به اصطلاح طبیعت، یک به اصطلاح ساختار داخلی است. خب این ساختار داخلی به هیچ عنوان این رو توجیه نمیکنه که مرد به زنش یا به خانواده‌اش خیانت بکنه. اما اگر این صورت گرفت، زن چطور باید برخورد کنه؟ اولا باید این رو تشخیص بده که چه اتفاقی صورت گرفته. آیا مثلا مرد همیشه این کار رو میکنه؟ آیا یک مرد شهوانی هست یا نه یه مردی هست که بنا به اصطلاح دوری همسرش، بنا به مشکلات داشت در خانواده، نمیدونم با افراد ناباب نشست و برخاست داشت، یک انگیزه های بیرونی اون رو به اصطلاح کشون به یک منجلابی و یک به اصطلاح گناهی ازش صورت گرفت. الان شما باید به اصطلاح قضیه رو سبک سنگینش کنید. آیا واقعا این مرد دیگه قابل زندگی باش نیست؟ ما در یک پروسه ازدواج هستیم. این پروسه ازدواج رو آیا به خاطر همین یک گناه برهم میریزیم؟ طرف اومد، فهموندیم بهش، باش نشستیم، توبه کرد، اعتراف کرد و اگر اعتراف نکرد، این معناش اینه که خودش به اصطلاح میدونه که کاری که میکنه اشتباهست و به هر حال سعی میکنه ازش دور بشه. اما اگر شما مدارک کامل داشتید و این مدارک رو آوردید و جلوش گذاشتید و به هر حال اعتراف کرد و توبه کرد، گفت که من دوباره از این کارا نخواهم کرد، دیگه ما اشتباهی بود، یک لغزشی بود فلان، خب باید بخشیدش. و در مجموع باید شما ببینید که میتونید با این زندگی کنار بیایید یا نه. اگر این زندگی رو تلف کردید، ضایعش کردید، چه در انتظار شماست؟ آیا اون چیزی که در انتظار شماست بهتر از اون حالتی هست که شما درش هستید یا خیر؟ همه اینها رو سبک سنگین میکنید، بعد تصمیم میگیرید که آیا این زندگی رو ادامه میدید یا این خط پایان هست و از اینجا جدا میشید. که توصیه ما برای شما عزیزان این هست که ببینید این مرد مرتکب گناه شده و ملائکه نیست، گناه کرده و الان اگر این رو به عنوان شما به عنوان یک گناهی که ازش صورت گرفته و شما کمکش میکنید که از این منجلاب بیاد بیرون و امید دارید که بیاد بیرون، یه فردیه یه بار دو بار این لغزش از صورت گرفته، آدم شهوانی نیست، آدم شهوت پرستی نیست، آدمی نیست که زندگی براش مهم نباشه، در اخلاقش آدم خوبی هست، در رفتارش آدم خوبی هست، بنا به دلایلی مرتکب این گناه شده، گناه در حق خداست و شما باید کمکش کنید که برگرده. حالا برمیگردیم به این موضوعمون، اما قبل از اون به برخی از سوالات شما عزیزان اشاره میکنیم تا دلخور نشید از ما که چرا به سوالات ما پاسخ داده نمیشه. عزیزی پرسیدن که من با دختر عمم عاشق دختر عمم هستم، خلاصه کلامشون که از کودکی با هم بودیم و میگن که به هر حال این رابطه مرا به جایی رسانده که به فکر خودم بوده نمیتونم به فکر خودم باشم، همیشه در فکر ایشون هستم، در مسافرت در فکر ایشون هستم، حتی تو نمازام به ایشون فکر میکنم، دلم همیشه بیقرار هست. ببینید عزیز من، این توصیف شما از خودتون یه توصیف دقیقی هست و این بیانگری این هست که شما عاشق نیستید، شما گرسنه هستید. شما یه جوونی هستید
نیاز به جنس مخالف دارید و یک جنس مخالفی رو در ذهنتون تصور کردید. الان این تصورتون منطبق شده بر به اصطلاح دختر عمتون. خودتون هم میگید که دختر عم به اصطلاح عمت باسوادتر از شماست، تحصیل کرده تر از شماست، فهمیده تر از شماست. شما همچین تصوری از یک به اصطلاح شریک زندگی دارید. این تصور چطور ساخته شده؟ در مسیر زندگی ساخته شده. شاید مثلا همیشه شما با این دید به مادرت نگاه می‌کردی، به یک به اصطلاح در کودکی دار که همچین شخصی همچین صفاتی داشته، یا تصور شما از زندگی اطراف در ذهن شما به هر حال تداعی شده یک همچین چیزی و این رو در دختر عمتون می‌بینید. این رو میگن تمایل، میلان پیدا کردن، نمیگن بهش عشق. عشق بعد از ازدواج ساخته میشه. الان مرحله دوم رو شما باید ببینید. الان اگر من از شما بخوام که 30 تا از عیب و ایراده های دختر عمت رو ذکر کنی، میمونی، هیچ عیب و ایرادی توش نمیبینی، در حالی که اون معصوم که نیست، هر چه باشه 1000 تا عیب و ایراد داره، اگر 2000 تا خوبی داره. خوبیاشو میبینید، عیب و ایراداشو نمیبینید. پس این عشق نیست، این یه تمایل یک انسان گرسنه هست. الان اگر یک به اصطلاح بهتر از اون جلوی شما سبز بشه، یک کسی بیاد براش تبلیغات بکنه، خب میبینید که شل میشید. یه جای دیگه یه دختری سراغ دارم و خیلی خوشگله، اینم عکسشه، پول داره، نمیدونم سواد داره، فلان علانه، یک به اصطلاح مسائلی که شما بهش بها میدید، میبینید که کم کم شل میشین. پس اینو بذارید کنار که مثلا من عاشق شدم، شما عاشق نشدید. الان منتقل بشید به مرحله بعد، برید بشناسید این فرد رو. مادرش رو شناختید، خانوادهش رو شناختید. نه شما با مادرش ازدواج میکنید، نه با پدرش، نه با خانوادهش. شما با این فرد ازدواج میکنید. این فردی که رفته دانشگاه، این فردی که از محیط فرهنگی خودش جدا شده، برای خودش یک محیط فرهنگی دیگه ای داشته، یه فرهنگ، یه اخلاق، یک ریتم زندگی خاص خودش رو داره. خب الان بعد از اینکه عیب و ایراده هاش رو دونستید، فهمیدید که 80 عیب داره، اما مثلا 20 تا به اصطلاح نقطه مثبت داره، 30 تا نقطه منفی. من حاضرم با همه عیب و ایراداش کنار بیام به خاطر اینی که این فرد این صفت‌های خوب رو داره. اگر اومدی نشستی اینو تصمیم گرفتی، بله مبارکته. ایشون هم وقتی عیب و ایرادای شما رو به اصطلاح با خودش حلاجی کرد، قبول کرد، شما این عیب و ایرادا رو دارید، بیشتر از این هم داشته باشید، من قبولتون دارم. خب بعد از این میایید به اصطلاح مسیر درست رو طی میکنید. دختر عمت هست دیگه، غریبه که نیست. خب میری پیش عمت میگی من دخترتو میخوام، نمیتونی خالت رو بفرست، مادرت رو بفرست، فلان رو بفرست، مسئله رو وا کن و قضیه رو به اصطلاح پیش ببر. اینجوری نه خودت رو اذیت کن، نه اونا رو اذیت کن، توی خواب و خیالات هم زندگی نکن. این توصیفی که شما کردید، این توصیف بیانگر این هست که شما بینش درستی از زندگی ندارید و هنوز به اصطلاح اون حس کودکی در شما فعال هست. کودکی که دنبال مادرش هست، دنبال خالش هست، از این خوشش میاد، از اون خوشش میاد. پس من توصیه میکنم قبل از این، هم شما الان خودت میگی که دیپلم دارم، یعنی شما سطح سوادتون از دختر عمتون پایین تره، این یه نقطه منفی است مثلا. خب زیاد ایرادی توش نیست، رشد مرد بیشتره از نظر عقلانی. در هر حال شما رو هم شما چون که آدم باسوادی هستید، هم دختر عمت رو توصیه میکنم. ما یک سلسله برنامه‌هایی داشتیم در سفره دل از شماره 1 تا الان که ما بیش از 200 اندی برنامه رفتیم. همه این برنامه‌ها رو هم خود شما به اصطلاح دنبال بکنید، هم دختر عمتون، همه اینها. بعد از این هم شما هم ایشون میشید 2 تا متخصص در قضیه ازدواج. بعد از اون ازدواج کنید انشالله هم ازدواج موفقی خواهید داشت و هم میتونید به دیگران کمک کنید. عزیزی احمدی از سوئد به اصطلاح فرمودن که بله در افغانستان از ما قلین میگیرند، شیرباها میگیرند و آیا این پول رو به اصطلاح من خرج کنم؟ آیا حق دارن خانواده دختر که این پول رو از من بگیرن؟ نه خیر، هیچ حقی ندارن. ما چیزی به نام قلین و شیرباها و این جور چیزا نداریم. اینها برعکس اهانت هست بزن
و اهانت هست به دختر. وقتی که مادر میگه که من شیربها میگیرم به خاطر برای دخترم، شیر رو ما از گاو و گوساله میخریم. وقتی میریم بازار، به عرض معذرت، شیر گاو میخریم، شیر نمیدونم گوسفند میخریم، شیر مادر نمیخریم. اون مادری که به اصطلاح میگه من شیربها میخوام، اون مادر در واقع با زبان صریح داره میگه که من یه گاوی بودم، این دختره رو گوساله رو من شیر میدادم، الان پول شیرامو میخوام. این یه اهانت هست، بده، زشته، به هیچ عنوان. نه اونا حق دارن از شما بگیرن و نه شما حق دارید از اونها به اونها بدید. مهریه چیزی دیگه هست. مهریه اون چیزی است که شما پرداخت میکنید و به اصطلاح به عنوان مهریه. حالا این مهریه هم به اصطلاح نظامش اینه که باید هرچه در توان هست کمتر و باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اکثر کن برکه، زنهایی که بیشتر برکت توشون هست اونهایی هست که مهریهشون کمتر هست. در مهریه باید کمتر باشه. و میگن که آقا به رسم و رسومهایی هست که بر سر داماد فشار میارن که وسایلی بخره و نمیدونم. وسایل زندگی شما دوتاست. شما دوتا با هم اتفاق میکنید که چی میخواهید، چه نیاز دارید، نیازهای اولیه خانواده‌تون رو میخرید. بیشتر از اون آقا این میگه پرده بخر، اون میگه ماشین بخر، اون میگه چه بخر. شما نباید اجازه بدید که مردم با شما بازی کنن. زندگی شما دوتاست، با هم با عقل، درایت، منطق زندگیتون رو بسازید و به کسی هم اجازه ندید که اینطوری با شما به اصطلاح بازی کنه. آیا داماد در همه اینها اگر جایز نیست، آیا داماد شریک جرم هست، شریک گناه هست؟ بله شریک گناه هست، گناه یه طرفه نمیشه. اونها چیزی خواستند، ظلمی خواستند به شما بکنن. در یک مسئله ظلم دو نفر گناهکار هستند، ظالم و مظلوم. ظالم به خاطر اینکه ظلم کرده، مظلوم به خاطر اینی که به ظالم این فرصت رو داده که به اون ظلم کنه و اون ظلم رو به اصطلاح تحمل کرده. یک عزیزی میپرسند که شوهرم به من دروغ میگه، به من توجه نداره، مریضم که باشم اگر بمیرم منو جلو زبانم نمیتونم بگیرم، چیکار کنم؟ چرا جلو زبانت رو نمیتونی بگیری؟ عزیز جان، من نمیتونم، ما داریم خودمون گول میزنیم. زبان مال منه، چطور نمیتونم جلوش رو بگیرم؟ جلو زبانت رو بگیر. حالا نمیدونم شوهرت دروغ میگه و فلان میکنه، دروغ گناه کبیره است و در مؤمن جمع نمیشه. دو خصلت گناه، دو صفت، دروغ و خیانت از صفتهای مؤمنان نیست. الان اگر شوهرت به بها نمیده، توجه نمیکنه، برگرد برو یوتیوب یه سری بزن به برنامه‌های سفره دل. ما در مورد چگونه عشق رو در زندگی ساختن. عشق ساختنی است و معمار عشق خانم هست. عشق رو شما میتونید در زندگیتون بسازید، محبت رو میتونید در زندگیتون بسازید، زندگیتون رو میتونید به اصطلاح خوشبخت کنید. این اختیار شماست. یه تماس بیننده‌ای داریم، در خدمت شما هستم. بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. استاد نور محمد آمدا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من یکی از بیننده‌های همیشگی برنامه شما هستم، هم برنامه سفره دل و تمام برنامه‌هایی که اجرا می‌کنید استاد. لطف دارید. بفرمایید عزیز من. استاد مهاجری هستم افغانی. خب یه مشکل خانوادگی داشتیم، ما هر کاری هم کردیم به نتیجه نرسیدیم. خب یکی مشکل اینجاست که خب یه بنا خدای اومده خواستگاری خواهر. خب خواستگاری خواهر ما، خواستگاری مراسم حل شده و عقد و اینام شده و فقط کار به ازدواج هنوز نکشیده. الو؟ بله در خدمت هستم. کسی اومده خواستگاری خواهرتون شما قبول کردید، به ازدواج نکشیده تا حالا؟ بله عقد و اینام انجام شده، پدر مادر هم راضی بودن. البته الان البته از اول هم یه زمانی تعیین شده واسه درس خوندن خواهر ما و اینا، گفتم باشه قبول کردن و اینا، اما الان زدن زیر حرفشون این از این. بعدش هم شروع کرده به گردن کلفتی و اینا. حالا خواهر ما هم دیگه حالا تهدیدش کرده که مثلا من بردم فلان میکنم، این میکنم، میزنم، اله و بله و اینا. بعدش الان به تفاهم نرسیدم. خب الان خواهر ما میگه که واسه این که طرف جانی وجود داره، من میخوام از این آقا جدا بشم.
بله. اون آقا بدون اینکه بگه نه و فلان و اینا دلیل بیاره خیلی راحت قبول کرد. بله. الان که قبول کرده میگه که آقا من هیچ راهی ندارم، شما تمام خرجایی که من کردم، حالا چیزی که واسه میدونیم که دیگه بالاخره شما بهتر در جریان افغانی که یه مهری میذارن. خب مهری که داده اون که اونجا گذاشته، طلایی هم که آورده اونم که دست نخورده، الان یه بهونه داماد در آورده میگه تمام لباسی که من آوردم شما پوشیدی، باید اینو نو کنی، خسارتشو بدی، تمام پول رفت و آمد و نمیدونم عید و ناعید و رفت و آمد و آژانس، تمام اینها باید شما بدی. بله. خب البته اینو هنوز با هم رابطه جنسی نداشتن، فقط در حد یه سلام علیکی در حد پدر مادر فامیل نشسته بودن، با هم در همین حد با هم صحبت کردم. الان خواهر ما آیا الان خواهر ما حق برگردن ایشون داره یا نه؟ ایشون تا چه حدی میتونه رو خواهر ما رو ما فشار بیاره که تا چه حدی؟ اینو میخواستم سوال کنم به شما، از هر کسی بهتر این مسئله رو میدونیم که کارشناس این قضیه هستیم، اگه راهنمایی کنیم. ما همه الان جلوی تلویزیون نشستیم داریم برنامه شما رو گوش میدیم. با توجه به تصویری که شما با توجه به تصویری که شما از به اصطلاح قضیه دادید، شما به هر حال یه طرفه اومدید به قاضی، باید هم من لبخندی بذارم رو لباتون و اگر به اصطلاح طرف مقابل هم می بود خب بهتر می بود. در هر صورت با توجه به این الان اینجا نشستم وکیلشون نشستم، من حرف شما نظر شما رو حکم دونستم که شما در این مورد نظر بدین. چشم انشالله. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خواستم وضع اشتغال نمازاش خیلی کوتاه، من دیگه یه جورایی خسته. بیننده عزیز، ظاهرا قضیه به اصطلاح سوالتون سوال فقهی است. انشالله در برنامه فتوا در خدمت شما هستیم. مولانا عبدالقدوس دهقان، برای ایشون سوال رو بفرستید و بهتون جواب میدن در برنامه فتوا. بفرمایید بیننده بعدی. خب در مورد عزیزی که ببینید شما یه ازدواجی رو با هم اتفاق کردید، یه داماد گرفتید و عقد اجرا شد. در واقع با عقد ایشون خواهر شما زن این فرد هستن، مهریه مشخص شد، شما مهریه رو گرفتید و ایجاب و قبول شده، همه اینا تموم شده. الان یه مواردی پیش اومده، حالا سبب این موارد چی هست؟ سوء تفاهمه، نمیدونم، به هر حال شما یه چیزایی ازشون دیدید، اونا یه چیزایی از شما دیدن، به هر حال به این نتیجه یکی از شما به این نتیجه رسیدید که این ازدواج موفق نیست و اومدید و به اصطلاح گفتید که ما نمیخوایم. الان چون که در واقع شمایید که طرف رو رد میکنید، شمایید که خلع رو اجرا میکنید، الان تمام اون به اصطلاح مهریه‌ای که ایشون دادن، نمیدونم هدایایی که به عنوان ازدواج آوردن، طلایی آوردن، لباسی آوردن، همه اینها رو عین اینها رو برمیگردونید. حالا مثلا مهریه‌ای که دادن، مهریه رو باید برگردونید، طلاهایی که دادن، طلاها رو برگردونید. یه چیزایی نمیدونم عرف جامعه هست که آقا هممون وقت خونه هم دیگه میریم، نمیدونم خورد و خوراک و نمیدونم دیگه کسی نمیگه که من اومدم خونه شما پول تاکسی ما هم بدید. نه، این چیزایی که بسیار در عرف جامعه هست، رفت و آمد هست، اینها جز این نیست. شما مهریه رو برمیگردونید، هدایایی که به اصطلاح به خاطر ازدواج هست و مبنای ازدواج داره برای دختر خانم آورده، اینا رو برمیگردونید، لباسایی که میخوان برمیگردونید. بیشتر از این دیگه حقی ندارن بر شما و اجازه هم ندارن که چیز دیگه رو به اصطلاح برگردونن. افرادی که همچنین بینیشی دارن، همینی که میگن که به اصطلاح آقا ما نمیدونم براتون پفک آوردیم، پفک‌های ما رو هم برگردونید، این خودش بیانگر این است که به اصطلاح تصمیمی که شما گرفتید تصمیم خوبی بوده، این فرد لایقی نبوده. چرا که ما به اصطلاح در مسائل ازدواج الان خیلی مسائل الان فرق کرده. الان پدر و مادر شما پدر و مادر این آقا هستن تا روز قیامت. تا روز قیامت ببینید یک روابط اجتماعی جدیدی الان صورت گرفته.
الان ایشون حق ندارن به پدر مادر شما کوچکترین بی احترامی بکنند. کوچکترین بی احترامی یعنی انگار که به پدر مادر خودش بی احترامی کردن. مادر شما تا روز قیامت برای ایشون حرام هست، یعنی مادرش هست. خب پس این مسائل رو باید در نظر داشته باشیم که افراد نباید به اصطلاح خب حالا ما با هم یه دعوایی کردیم نمیخوایم با هم به اصطلاح بسازیم، در این جانب ما میخوایم بسازیم، اما بقیه مسائل اجتماعی که صورت گرفته، بقیه تغییر و تحولات جای خودش میمونه. ما که نه از هم که جدا شدیم که نمیخوایم که با هم یا ما باید با هم عزیز باشیم و ازدواج کنیم یا دشمن باشیم، اینطور که نیست. نه خیر، ما رسیدیم به این مرحله به اصطلاح با این قناعت که ما برای همدیگه نیستیم، مناسب همدیگه نیستیم. آقا ما همه میگن آقای عمرا هم میگه که شما مناسب همدیگه هستید، دختره میگه من نمیخوامش، حقش. دختره میگه من نمیخوام. الان بهترین وقت هست برای جدایی و خدا رو شکر کنید که شما به این مسائلی که الان بهش رسیدید به حمدالله. به اصطلاح این اگر بعد از 2 بچه می اومد و به این نتایجی که امروز می رسیدید، اون وقت ببینید چه فاجعه ای بود. پس الحمدلله، شکر حمد الهی رو به جا بیارید، هر چی دلشون میخواد به اصطلاح بهشون بدید، اون مهریهشون رو بدید. همه اینها در واقع باید ایشون، چون که به اصطلاح تصویری که شما میدید ایشون مقصرن، باید ایشون تنازل بکنن، از خیلی چیزا از تنازل بکنن، از خیلی از هدایا تنازل بکنن. اما حالا که تنازل نمیکنن، شما مهریه رو بهش بدید، هدایاشون رو بهش بدید. بیشتر از این حق ندارن که از شما بخوان و شما مشکل تراشی بکنن و هیچ مشکلی رو هم بهش بها ندید و خدا رو شکر کنید که از همچنین به اصطلاح الان قضیه حل شد و طرف رو شناختید و دارید به اصطلاح جدا میشین. عزیزان، سوالات زیاد هست و برنامه همچنان تموم نشده. انشالله بقیه ماجرای خیانت رو انشالله میریم. الان اگر مردی به زنش خیانت کرد، خب موضوع رو باز کردیم، بیشتر از این توضیح خواهیم داد. و اگر زنی به مردش خیانت کرد، در اون وقت چطور باید قضیه رو جمع کرد و چطور با قضیه کنار رفت. پس قضیه به اصطلاح خیانت در زندگی مشترک همچنان باقی است. انشالله برنامه آتی ما رو همراهی کنید. سوالات و پیشنهاداتون رو هم برای ما ارسال کنید و بعد از برنامه به مدت نیم ساعت بنده در استودیو هستم. عزیزانی که تلفنی تماس میگیرند یا واتساپ میفرستند، جواباشون رو انشالله دریافت خواهند کرد. الله یار و یاورتون. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان.